در فضای مجازی این روزها شایعاتی مبنی بر احتمال انحلال 8 شعبی عراق منتشر شد. این شایعه در حالی مطرح شد که برخلاف مدعیانش کابینه دولت و مجلس عراق اقدامات جدی را برای قانونمند ساختن بسیج مردمی آغاز کردند. خلال الاسابيع الماضيه قدمنا مسوده قانون هيئه الحشد الشعبي الى مجلس الوزراء. چند هفته قبل لایحه قانون بسیج مردمی را به کابینه دولت تقدیم کردیم و پس از موافقت دولت این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شد. با تصویب این لایحه عملاً 8 شعبی به یکی از ارگان‌های رسمی نیروهای مسلح عراق تبدیل خواهد شد. تاکنون 2 مرحله برای قانونمندسازی بسیج مردمی در مجلس عراق طی شده است. نخستین بار در سال 2016 بود و نمایندگان ماهیت این نیروی مردمی را در قانون اساسی عراق به رسمیت شناختند. اواخر سال 2024 نیز نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی 2 بار لایحه 18 ماده‌ای قانونمندسازی بسیج مردمی را قرائت کردند تا ضمن تأکید بر حفظ حقوق این نیروها جای هر گونه دخالت خارجی برای غیر قانونی جلوه دادن 8 شعبی را بگیرند. نمایندگان حالا به اتمام قرائت این لایحه قرار است به زودی جلسه ویژه برای تصویب قانون بسیج مردمی برگزار کنند. با تصویب قانون 8 شعبی در مجلس عراق رسما بسیج مردمی از نظر قانونی هم ردیف نیروهای ارتشی و پلیس این کشور خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.